وقتی بچه بودم مارسی برای من جای رویا نبود، جای زنده موندن بود. زین‌الدین زیدان فرزند خانواده‌ای مهاجر از الجزایر تو محله فقیرنشین و پر از نژاد پرستی بزرگ شد. کودکیش پر از تحقیر، توهین و سرکوب بود، ولی اون فقط یه راه برای فرار داشت: توپ فوتبال. با آرامش عجیبی که تو بازیش بود خیلی زود همه رو متعجب کرد، ولی زیدان فقط می‌خواست یک چیز رو ثابت کنه، که یک پسر مهاجر هم میتونه قهرمان فرانسه بشه. سال 1998 زیدان با 2 گل تو فینال جام جهانی فرانسه رو به قهرمانی رسوند، اما دنیا اون رو بیشتر به خاطر یک ضربه سر تو سال 2006 به یاد میاره. زیدان گفت من اون ضربه سر رو زدم چون دیگه خسته بودم از تحقیر شدن. اگه تو هم تو زندگی تحقیر شدی اما هنوز ایستادی، برامون کامنت بذار. شاید تو هم یه زیدان باشی که هنوز دیده نشده.